سلام رفقای عزیز، حالتون چطوره؟ خوبید؟ اومدیم امروز بریم رزیدنت پلاس رو ببینیم، یکی از جاهای دیدنی مونیخ. با من باشید که یه ولاگ خیلی جذاب داره. این کاخی که پشت سرم میبینید از قرن 14 شروع به ساختش کردن، کلی هم طول کشید تا تموم شه. بعد اول کوچیک بوده، هی بهش اضافه کردن چون اون لردای باواریایی دلشون میخواسته که یه کاخ عظیم و درست حسابی تو شهر داشته باشن و این بزرگترین کاخ درون شهری آلمانه. بریم ببینیم توش چه شکلیه. در حال گشتن واسه پیدا کردن در ورودی شهر. نمیدونم از کجا باید بریم تو. فکر کنم این باشه. حالا میریم ببینیم راهمون میدن یا نه. آقا ما بعد از کلی پرسش متوجه شدیم که در ورودیش از اون بره. حالا الان دارم از این حیات وسطش رد میشم، برم اون بر رو ببینم. کلا معماری آلمان یه ذره جزئیاتش کمتره تا ایتالیایی ها خیلی دیگه دیتیل داشتن. اینجا رو ببینید چقدر بامزه است، کلش نقاشیه، یعنی روخ کار در آوردم با نقاشی، اصلا چیز نیست، حجم نداره. نگاه کنید این از ببین رنگ حجم نیست. بریم تو. رسیدیم بالاخره به این بره بنا، همونی که اول فیلم گرفته بودم. ما یه دور قمری زدیم دورش ببینیم پیداش میکنیم یا نه. دقیقا از اونجا اومده بودم اون موسیقی پخش میکرده. فکر کنم اینجاست رزیدنس. بریم ببینیم توی چی جوریه. کجا باید بریم؟ یه قیمت اینجا زده، نمیدونم کافه است. بریم ببینیم چی جوریه. حتی اونم نبود، یعنی واقعا این چه وضع معماریه. من باید 2 ساعت بگردم ببینم در ورودیش تازه کجاست. یه کافه بود اینجا، الان بهم گفت برو 2 تا حیاط جلوتر اونجا ورودی این رزیدنس. خلاصه بریم ببینیم چه شکلیه. ولی کلا خیلی بامزه است. مونیخ خیلی جای دیدنی داره نسبت به بقیه شهرهای آلمان. من دوستش دارم. هوا چقدر خوبه. هرچی تو شمال هوا سرده و بارونیه، اینجا اصلا اینطوری نیست. فکر کنم اصلا اینه ورودیش. حالا نمیدونم، بذار بریم ببینه اینه یا این نی. بریم داخل. آقا بالاخره پیداش کردم. رزیدنت مونشه. بریم تو ببینیم اون کاخی که میگن چیه. اوه این همون داستان، این همون کاخ هست که میگن از قرن 14 شروع شده به ساختش، چندین قرن طول کشیده. بعد پادشاه‌های باواریایی لرداش دوست داشتن یه دونه کاخ تو شهری داشته باشن، واسه همه چیز میکنن اینجا رو میسازن، بعد هی بهتر و بهترش میکنن، هی بهش فضا اضافه میکنن. بسیار جذاب.
اینم پوسیدونه، خدای دریا با اون نیزه 3 سرش. بریم تو ببینیم ورودیش چجوریه. آقا ما بالاخره درش رو پیدا کردیم. چقدر حس خوبی داره. به به، بریم تو. اکثرا ما این گیمبالا مشکل داره. حالا ببینیم چجوریه. قسمت بلیتش که میاد یه حالت چیزی تزیینی هم داره. سوغاتیاش هم این اولش. خوشگلان اینا. اینم بلیتشه. واسه دانشجو 9 یورو میگیرن. این شواتر رو نگاه، چه دیتیلی داره. چه دیتیلی داره. خداییش امیدوار شدم به مجسمه هاشون. آقا اینجا که میبینی تو یه دونه هم از این چیزها میده که صداها رو بشنوی به صورت رایگان. البته خب کلی پول گرفته، پول بودی. بعد چقدر سالانه قشنگی داره. سالانشو ببینید با من. قشنگ سلطنتیه. چهره تمام اشراف زاده اینجا هست. چه دورانی داشتن اینا. بعد یه بوی عطر خاصی هم میاد، خیلی جذاب ترش کرده. الیزابتا این خانومه ببینید مال قرن 15. خیلی خسته ای داره. من کاری ندارم ولی بله. شبیه کاخهای ایران کلی جزئیات داره. هم طلا کوبی شده. بریز و بپاش. خیلی جذابه. این کاخ عرضم به حضورتون که برای میگم همون قرن 14 شروع کردم به ساختش و خیلی جذاب بود زمانش و خیلی طول کشید تا بتونن کاخو تموم کنن و بسازنش و برای لردهای باواریایی بوده که اونجا تونستن بخواستن توی شهر بمونن. این نگهبانه رو من دیدم دل از حواسم پرت شد. گفتم نکنه گیره چرا داری فیلم میگی. و بسیار جذابه. کلی پورتری جذاب، طلاکاری قشنگ میای حس سلطنتی احساس میکنی توش. این آقای مال 1377 بوده. شوالیه است فکر کنم. بعد اون بالا رو خوند. آقا اینو پیدا کردم. اینو کن 800. اگه قبول فامیل باشن جد مثلا این میشده. تفاوت نقاشی ببینید. سایه میرسه خیلی معلوم نیست ولی اینو ببینید 1500 2 برابر اینه. دوتا مجسمه جذاب بسیار خوب کار کردن. بسیار ضمیم ذهن بکشید. واو. این بیشتر شبیه معماری هنده. آره فکر کنم. چه دیتیلی داره. اینا همه صدفه. نمیتونم برم نزدیک‌تر ولی آره فکر کنم خیلی با دیتیل بالا. خنده شو دوستان. بعد یه نکته جذاب دیگه که راجع به این کاخ من متوجه شدم اینه که اینجا از قرن 16 تا قرن 19 محل حکمرانی هم برای قانون و گاورمنتشون بوده. حالا الان به صورت موزه در اومده. عجب دیتیلی داره.
این داره صحبت میکنه. آقا اینجا رو ببین، من یه تقلب کردم ولی واو چقدر ابهته، آخه فوق‌العاده زیبا. یه نکته جالب دیگه که میتونم راجع به این کاخ بگم اینه که این حالا قسمتی که الان بهتون نشون میدم زمان ماکسیمیلیوس اول ساخته شد و هی گسترشش دادن، یعنی به اوج گسترش خودش رسید این کاخ رزیدنس مونیخ. یعنی اولش خیلی کوچیک بوده، هی ساختن از همون قرن 14 که شروع کردن 1300 خورده به اکسپاند کردن و بزرگ کردنش. در زمان این ماکسیمیلیوس اول دیگه به اوج خودش رسیده. نگاه کنید اینجا رو، بذار نشونتون بدم. اشله خانم رو ببینید نسبت به فضا بسیار بزرگ، بسیار جذاب، اصلا یه حس خاصی داره. نکته دیگه این که نگاه کنید همه چیز اینجا سنگه، اینا همه با سنگ کار شده، بسیار جذاب. بریم پایینش رو ببینیم. نمیدونم اینا چرا با گیمبال مشکل دارن، نمیذارن ما گیمبال بگیریم دستمون دیگه. اگه یه ذره تصفیه تکون میخوره به بزرگی خودتون ببخشید، ولی بیاید با هم ببینیم اینجا رو. تکنیک نورپردازی اکستریوره کاشته بیرون، برقش هم از اونجاست. این کیلو برق کنده بالا. چند شای مجسمه داویده چه فلورانس. اینجا معماری واقعا با شکوهی داره. از قرن 14 شروع کردم به ساختش و زمان ماکسیمیلیوس بکنم اول بیشترین قسمت به بنا اضافه شده. اینجا چه طرح قشنگی زده رو سنگ، همش هم سنگه. نگاه کنید نقاشی نیست، با سنگ پرسپکتیو در آورد. بسیار عالی. یه مجسمه خسته، این برم دوباره یه پرسپکتیو. این هم نمای این بره تالار. بریم واسه تالار بعد ببینیم تالار بعدی چه پیش صورت. آقا ویه بیرونش رو ببین چقدر خوبه. این از توی این حیاته بیرون رو ببینه چقدر جذابه، خیلی معماریش خوبه. اینا همون نقاشیه دیواراش، تو فکر میکنم فلش داره راهنمایی میکنه کجا برید. خب بریم ببینیم این فلشه میگه برید این بر، بریم اینجا کجا. آقا به این سالن میگن سالن بلک هال یا شوارتزن هال. بعد خیلی جالب بود، یعنی شما می این قسمت ها رو نگاه میکنی چارچوباش کلا سنگ سیاهه، به خاطر این اسمو گرفته. اینا همه سنگه، یادم با ابهته. ببینید اون